سلام دوست عزیزم، به تبریک میگم چون این آخرین جلسه مقدمات اولیه مدیتیشن توه. امروز با هم مرور میکنیم بر روی تمامی چیزهایی که در این 10 جلسه یاد گرفتی. تو یاد گرفتی که چطور تمرکزت رو روی تنفست بذاری با چندین راه مختلف. فکر کردن به درون و بیرون و بعد فکر کردن به حس فیزیکی تنفس و بعد شمردن هر بازدم. همینطور یاد گرفتی که چطور حسهای مختلف بدنت رو متوجه بشی. میدونم که شاید این 10 جلسه مقداری تجربیات تازه رو برات به همراه داشته و سعی میکنم که در جلسات بعدی هم همچنان راهنمایی های لازم رو بهت بکنم. یادت باشه با خودت مهربون و صبور باش واسه اینکه تو هر تمرین مدیتیشن بتونی بیشترین استفاده رو داشته باشی. بیا شروع کنیم. آروم توی جایگاه مورد علاقه مدیتیشنت قرار بگیر. چشماتو ببند و واقعا حس تکیه‌گاه سطحی که روش هستی رو احساس کن. یه نفس خوب و عمیق بکش. وقتی تنفست به حالت عادی برگشت، توجهت رو بذار فقط روی نفس کشیدنت. بذار همونجا بمونه. به زودی ازت میخوام که تنفست رو بشماری. هر بازدم رو از 1 تا 5 بشمار. با هر بازدم فکر کن 1 و با بازدم بعدی فکر کن 2 و همینطور ادامه بده و وقتی که به 5 رسیدی دوباره از 1 شروع کن. حالا با بازدم بعدی شروع به شمردن بازدم هات کن. بهت یکم فضا میدم تا تمرینش کنی. حالا شمارش بازدم رو متوقف کن چون میخوایم که اسکن بدنی رو انجام بدیم. توجهت رو به نوک سر تا شونه هات بده. ببین آیا اونجا میتونی حس خاصی رو احساس کنی؟ حالا یه نفس عمیق به داخل بکش و با بازدم کل این ناحیه رو نرم و ریلکس کن. حالا توجهت رو به مرکز بدنت بده. از قفسه سینه و بالای کمرت تا لگن. حالا یه نفس عمیق به داخل بکش و با بازدم بعدیت بذار کل تنت ریلکس بشه. توجهت رو به جلو و پشت رانهات بده و همینطور ساق پاهات. چه
خاصی دارن. و در نهایت توجهت رو به مچ پاهات، انگشتات و روی پاهات بده و همینطور کف پاهات. اونجا متوجه چه چیزی میشی؟ یه نفس عمیق به داخل بکش و با بازدم بذار کل ناحیه پایینی بدنت نرم و ریلکس بشه. حالا همونطور که به پایان مدیتیشن امروز نزدیک میشیم، با خودت فکر کن مدیتیشن امروز برات چطور بود؟ چقدر با این توانایی های جدیدت راحتی؟ یه نفس خوب و عمیق بکش. و هر وقت دوست داشتی میتونی آروم چشماتو باز کنی. میدونی هر وقت که استرس داشتی میتونی وقت کوچیکی برای خودت بذاری و هر کدوم از این تکنیک ها رو تمرین کنی. حالا میخواد تمرکز روی تنفس باشه، شمردن تنفس باشه، یا به بدنت توجه کنی و به حسای ناشی از نقاط مختلف بدنت توجه کنی. هر کدوم از این تمرین ها میتونن به شفاف شدن ذهنت کمک کنن و جدا از این به کاهش استرس و بهبود اضطراب و خوابت هم کمک کنن. این جلسه آخر مقدمات اولیه مدیتیشن تو بود. باز هم بهت تبریک میگم و میخوام بدونی که پیشرفتی که تا به اینجا داشتی فوق‌العاده بوده. در جلسات مقدمات دوم مدیتیشن بهت راه ارزشمند جدیدی یاد میدم که بهت کمک میکنه ارتباط بیشتری با تنفس و بدنت برقرار کنی. وقتی در این راه تعادل قدم برمیداری میبینی که چند دقیقه در روز چقدر تغییرات بزرگی در زندگیت ایجاد میکنه. پس با من همراه باش، چنل رو سابسکرایب کن و مشتاقانه منتظر حضور دوباره تو هستم. خداحافظ.